با سلام خدمت شما همراهان عزیز آویژه. امروز اومدیم در مورد مبحث پرتکرار و کلیدی تحت عنوان توجیه غیبت صحبت کنیم. گاهن سوال پیش میاد که حالا بنا به یک سری از دلایل ما غیبت کردیم و حالا میخوایم برای خدمت سربازی خودمون اقدام داشته باشیم. آیا تنها راهی که وجود داره اینه که ما با اضافه خدمت وارد خدمت سربازیمون بشیم؟ یعنی اون یک سری جرایمی که در نظر گرفته میشن ما حتما باید اونها رو پرداخت کنیم، یا اگر که منظور این که اگر جریمه نقدی هستش پرداخت کنیم، یا اگر سایر مسائل رو باید بگذاریم. خب یک مبحثی تحت عنوان توجیه غیبت هستش که به کمک ما میاد برای اینکه تبعات اون غیبت رو برای ما کمتر بکنیم که الان در ادامه به اون مباحث میپردازیم. چیزی که خود سازمان نظام وظیفه در نظر گرفته گفته که اگر یک سری از موارد اتفاق افتاده باشه که بابت اون موارد شما غیبت کرده باشید، میتونیم در ادامه توجیه غیبت کنیم. مثلا نامه‌ای تنظیم کنیم که در واقع توی اون محتویات نامه بر اساس توجیه غیبت ساخته شده باشه و اون غیبت چشم‌پوشی یا بخشیده بشه. حالا چه مواردی هستش، چه چیزهایی هستش که ما میتونیم بگیم اگر اتفاق افتاده باشه، فرد و غیبت کرده باشه، میتونیم امید به این داشته باشیم که غیبت بخشیده بشه. یکی از اون موارد این هستش که مشکل پزشکی، بیماری یا مسائل پزشکی مربوط به خود شخص، یا اینکه مشکل پزشکی و بیماری مربوط به در واقع اقوام درجه 1 و خانواده درجه 1 هستش که میتونیم بگیم اینها اگر که مشکلات پزشکی براشون پیش بیاد و شما غیبت کرده باشید، امید اینو میتونیم داشته باشیم که با توجیه غیبت رفع بشه. مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی این هستش که گاهن مشکلات عاطفی مثل طلاق و جدایی برای خود فرد یا همچنین حالا اعضای درجه 1 خانواده میتونه باعث بشه که اون اتفاق یک سری تاثیرات روحی، روانی یا حالا مشکلاتی برایشون پیش آورده باشه که بابتش غیبت کردن. اگر چنین مسئله هم باشه، شما میتونید توی اون نامه توجیه غیبت خودتون قید کنید و باعث بشه که از تبعات غیبتی که داشتین تا حد زیادی جلوگیری بشه. نکته بعدی که میتونیم راجعش صحبت کنیم بحث قضایای مالی هستش. اگر مشکلات مالی پیش اومده باشه برای فرد که در واقع نتونسته به خاطر اون مشکلات مالی که سندیات و مدارکش هم موجود هستش برای خدمت سربازیش اقدام داشته باشه، این هم میتونه یکی از مواردی باشه که برای توجیه غیبت میشه ازش یاد کرد که مثلا از اون تبعات غیبت جلوگیری بشه. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی میتونه بحث فوت عزیزان درجه 1، اقوام درجه 1 خانواده باشه که در این صورت هم شما با ارائه گواهی فوت میتونید توی نامه توجیه غیبتتون این مسئله رو قید کنید و در واقع ذکر کنید که چنین اتفاقی افتاده بوده. تاریخ ها همه به مستندات باید اضافه بشه و ببریم برای دفاتر پلیس بغل و 10 تا اونها بررسی کنید. در نظر داشته باشیم که اگر توجیه غیبت انجام ندید و با همون غیبتی که داشتیم وارد خدمت سربازی بشین، یعنی مثلا دلایل محکمه پسندی نداشته باشین یا دلایلی که در صحبت قبلیمون صحبتش بود این دلایل وجود نداشته باشه و همونطوری با وجود همون غیبت شما بخواید وارد خدمت سربازی بشین، چیزی که هستش یک سری جریمه برای شما میتونن در نظر بگیرن که از اونها میتونیم اضافه خدمت ذکر کنیم. ببینید اگر که با غیبت وارد بشین میتونه بیشتر بشه طول دوره خدمت سربازی شما. پس اینو در نظر داشته باشین که یه توجیه غیبت مؤثر و درست میتونه از اضافه خدمت شما هم جلوگیری کنه. نکته بعدی این هستش که شما وقتی که غیبت داشته باشین، توجیه غیبت انجام ندین و وارد خدمت سربازیتون بشین، دیگه عملاً حق ایست خدمت هم از شما گرفته میشه. مثلا افرادی هستن که میخوان وقتی وارد خدمت سربازیشون شدن درخواست ایست خدمت بدن جهت ادامه تحصیل، ولی خب کسایی که با غیبت وارد شده باشن عملاً نمیتونن دیگه از این امکان استفاده کنن، نمیتونن بازگشت به تحصیل داشته باشن و خب این نکته هستش که به ضرر تموم میشه.
یه نکته دیگه این که اگر که شما غیبت داشته باشین و توجیه غیبت نکنید و بخشیده نشه غیبت شما، حتی نمیتونید از امتیازات معافیت خودتون مثل معافیت جهت کفالت پدر، معافیت از جهت کفالت مادر، معافیت از جهت ماده 6 بهزیستی، ماده 9 بهزیستی، اینها نمیتونید استفاده کنید. چرا؟ چون تمامی اینها یکی از الزامات مهمشه که شما غیبت نداشته باشید. بنابراین توجیه غیبت رو جدی بگیریم، چون خیلی میتونه به نفع شما باشه اگر با توجه به آیین‌نامه خود سازمان نظام باشه و اگر با مستندات لازم باشه، یعنی با توجه به هر بندی که شما می‌نویسین توی نامه توجیه غیبتتون یک سری مدارک و مستندات هم پیوست کنید. برای مشاوره خصوصی و دقیق با تیم حرفه‌ای مشاوران آبویژه تماس بگیرید.